یه ابروی خیلی قشنگ هست. آره الان کدوم منطقه؟ الان سمت شپرد. اینجا بیبیوه، اونم شپرد. خیلی ساختمون قشنگی داره. این پشت رو اگر نگاه کنی ساختمون آرک می‌بینی که اینجا هست. نوسازه. نگاه کنی یاد مشابه. خیلی قدیمی. اینو من دقیقاً سال 1389 که وارد دانشگاه شدم، دانشگاه آزاد دامبون، اونجا این پروژه استارت خورده بود. به اسم آرک یا کشتی نوح میشناسنش. پس خیلی آره پروژه به نسبت از سال 89 14 سال ساخته. میشه گفت تقریبا نزدیکای سال فکر می‌کنم 92 اینطورا بود به تاریخ شمسی که تموم شده بودش که فروشش هم شروع شده بود. خیلی هم پروژه قشنگیه واقعا. داخلش هم یه بار رفتم. خیلی قشنگیه. اصلا از پایین که میایم به سمت بالا، یعنی برمیگردیم سمت ریچموند هیل، خیلی نمای قشنگی داره. توی تراس میشیم. الان هم که داریم میریم سمت جارویس دانتان بریم و اونجا یه دونه کلید میخوایم پیکاپ کنیم بذاریم سری عکس رو اینا میگیریم. بعد از اون موندم 2 تا جا باید بریم. 2 تا، یکیش برای یه دونه بیسمنت، یه دونه هم کاندو آپارتمانه. باید بریم داخلش رو ببینیم چطوریه و اونم دانتانه. اونم جالبیش اینجاست که مشتریایی که من برای اینا دارم من تماس گرفتم گفتم برو خودت میری ببینی برای ما فقط یه فیلم بفرست ما نگاه کنیم قبوله. یعنی میخوام از شدت مثلا اعتمادی که مشتریای به خارجی دارن، یکیشون مال پروه، یعنی مثلا نکنیم مثلا اروپا و کشور خیلی پیشرفته یا نه، یکی مال پروه، یکی هم مال خدا فکر کنم سیاه‌پوستن ولی فکرم نیجریه. ولی اینا کانادایی هم مثلا خواهر خودشون که کانادایی هم. نیجریه 2 تا خواهر سیاه‌پوستن که کانادایی هم. آره مثلا نژادشون به نیجریه. ولی خب چیزی که هستش مثلا میدونید سردرد مثل این بحث قضیه ایرانیه به وجود نمیارن برای مثلا تماس گرفته با ما میگه چون نفرستادی خسته نشی. بعد جالب اینجا تو تلگرام برای من پیام انگلیسی میرسه What time your client is coming. ما نفهمیدیم بالاخره شما اگه کانادایی هستی چرا آپدیت نیستی، اگه آپدیت نیستی چرا به من انگلیسی پیام بده. بعد منم بهش فارسی می‌نویسم به من باز انگلیسی جواب بده طرف. ما دقیقاً نفهمیدیم. بعد اگه انگلیسی جواب بدی من فارسی جواب بدم چطور جواب منو به انگلیسی میدی؟ چجوری تونستی بخونی اونو اگه فقط انگلیسی میتونی حرف که دردسر ایرانی هستی دیگه. خلاص ما با هر کی ایرانی باشی اینا رو بفهمی دیگه. آره خلاص ما با هر کی میاد میگیم آقا انگلیسی رو یاد بگیر بیا چون به نفعته. چون به هر حال نبود نکنی به هر حال مجبوری با این دیکا و سردردش سر کنی. به خصوص این ریلتورای ایرانی که قدیمی هستن خیلی نه با اونا که حرف بزنی خیلی هم تعدادشون زیاده یعنی ولی خب خیلیشون کار نمیکنن چون چیزا نه تو این گروهای تلگرامی اینا هم خیلی زیاد هستن. بعضیش هم که نیستن، اونا هم خودشون صابخونه هم طرف اومده اونجا گذاشته و چیزی که هست دیگه به هر حال تعدادشون زیاده. من خودم واسه به شخصی اتفاقی افتاده بود یه جایی می‌خواستم بگیرم، بعد یه ریلتور پیغام گذاشته بود تو همین گروهای تلگرامی میگفت این اتاقی که گذاشته شده واسه اجاره اون طرف هم خودش ریلتوره، هم لندلورده هم ریلتوره. خب حسابی قشنگ. آره بعد خیلی چیز جالبی که بود گفت ببین من به شرطی اجازه میدم اینو بهت معرفی میکنم، آدرسشو بهت میدم که نه بحثش این بود که کمیسیونو از تو بگیرم. اون خیلی دیگه ببین گفت کمیسیونو بعد از تو بگیرم، در حالی که اینجا کمیسیونو از صاحبخونه میگیرن، از لندلورد میگیرن. چقدر اجاره گذاشته بود؟ بعد مثلا واسه یه اتاق گذاشته بود 1200 تا. بعد میگفت اون خوده بعد بحثش این بود میگفت اون چون خودش ریلتور هست گفته من پول نمیدم، لندلورد بود صاحبخونه بود میگه من پول نمیدم. گفتم یعنی چی قانون اینجا اینطوریه که لندلورد بود؟ گفت نه دیگه این میگه من نمیدم چوب تو باید بدی. گفتم خب مگه این قانونی بی قانونیه؟ گفت نه دیگه اگه میخوای من آدرس اونجا رو بدم بری، حالا مثلا یه ذره تمیزم بود،
میخوای بری ببینی قبلش باید با من چیز کنی که پولشو میدی. یعنی واقعا اینطوری همینطوری مستقیم گفت شما باید بهش بگی که اوکی ولی من نصف اجاره 1 ماه رو نمیدم چون بابت کمیسیونه. نه اون منظورش بود که اجاره رو باید بدی کمیسیون هم جدا بدی. اصلا یه چیز دزدی الان اصلا کمیسیون 1 ماه هم. آره اصلا خیلی چیز جالبی بود. خیلی اصلا سم واقعا یعنی اینا تو این گروهای تلگرامی خیلی زیاد هست همچین چیزی. بعد آدما خب نمیدونن دیگه مثلا نیو کامera اصلا نمیدونن. چون مثلا تو ایران برعکسه دیگه. تو ایران از دو طرف میگیرن. اصلا نیو کامera اصلا داشتم 2 تا خواب رفته $5000 اجاره داره میده. به صابخونه ایرانی تا زون ریلیتر. خب بنده خدا نمیدونم. آره قانونا فرق میکنه. مثلا تو ایران خب این قانون نانوشته است که مثلا حالا توافقیه که مثلا معمولا هر دو طرف میگیرن. اوکی یا مثلا حالا بستگی به مقداری که میفروشن یه موقع مثلا طرف میگه این قیمت واسه من بفروش مثلا اینقدر کمیسیون بگیری 1% کمیسیون بگیری 0.5% کمیسیون بگیری اصلا 5% کم بستگی به قیمت. ولی اینجا وقتی یه چیزی مثلا سیستم قانونمنده است واسه همه قانونمنده. اینجوری نیست که شما بریم مثلا همچین چیزی ادعا بکنی. میدونی چی میگم؟ وقتی قانونی که لندلورد بعد اون میخواد خونه‌اش اجاره بده بنابراین اونم باید کمیسیون رو بده. مستاجر اینجا مثلا کسی که چیز میکنن مثلا یه ریالتور استخدام میکنن میره 10 جانش نشون میده آخر سر اون یکیشو انتخاب میکنه هیچ پولی هم نمیده. خود اون لندلورد پول اون کمیسیون اونجا آره مسئول این قضیه است. ولی خب متاسفانه اینا چون اومدن اینجوری کنن و حوصله توضیح هم بعضا ندارن برای مردم با اون عقیده‌های ایرانی‌وار مثلا میشن اینجا. نه اینو من خودم هم نمیدونستم دیگه ولی مثلا اینجا وقتی این مدلیه اونا سوء استفاده میکنن دیگه وقتی از ندونستن. آره ناجوریه یعنی شرکتی و این خیلی ناجورتر میشه که اطلاع نداری بعد چند سال توی کانادا بودن تازه میفهمی که اوه مثلا بعد چند سال هموطنم کسی که میاد توی اینستاگرام استوری میکنه من نوه کوروش کبیرم فعلا هم همچین حرکتایی رو میزنه. خیلی حرکتای مثلا بدونی زشتیه. فردا روز همین میشه که میگن اگه بخوای موفق شی از ایرانی فاصله بگیری چون میرید. من خیلی یاد دارم تازه نیو کامر به من تماس گرفته یه همسرم ناراضی خودش ناراضی بچهشون راحت نیست توی یه اتاق خواب که با یه جای دیگه با یه اتاق خواب دیگه هم به یه نفر دیگه اجاره دارن زندگی میکنن داره ماهی $2500 برای یه اتاق خواب میده و میگن بازار چه میدونم ملک کانادا به هم ریخته است و بدبختیه. نه بدبختی شما رفتی سراغ یه سری آدم مثلا دوست و چه میدونم کار نابلد و چون میدونید اون الان 2500 تا اون اتاق اجاره بده کمیسیونش 1250 تاست در حالی که اون تو واقعیت ماجرا $1000 اجارهش و اون موقع اون طرف فقط $500 ایجنت یا مشاور که کمیسیون رو میاد یا خب ایتس اوکی بذار این نیو کامر این تازه اومده کانادا بذار خیلی ببخشید تا هر چقدر میتونم ازش بتیغم تیغش بزنم من خودم یه ولی شبش میره توی اینستاگرام نوه کوروش کبیرم و چه میدونم من ناراحتم برای ایران و اینا. آقا بالاخره موضوع تو مشخص کن اگر نگران هموطنتی چرا این کارا رو میکنی اگر هم این کارا رو میکنی دیگه با سوی که نگران هموطنی یعنی باید تکلیفتو با خودت مشخص کنی. یک ذره از هوا لذت ببریم هوای خوب واقعا نگاه کن چه ابرا کنار میره یهو این آبش خورشید آره خیلی قشنگ میشه.